سلام، وقتتون بخیر باشه. یکی از مشکلاتی که معمولاً ما باش مواجهیم مشکلیه که معمولاً همراه با احساس گناهه. اغلب ما احساس گناه رو تجربه میکنیم، به خصوص تو رابطه با عزیزانمون. این احساس گناه از کجا میاد؟ معمولاً وقتی به وجود میاد که ما از یک طرف عاشق عزیزمون هستیم، عاشق فرد مهم زندگیمون هستیم، دوستش داریم و از یک طرف مقابل یک کاری انجام داده که ما رو عصبانی کرده، خشمگین کرده و همزمان دو قطب عشق و خشم در ما وجود داره. از طرف دیگه ذهن ما نمیتونه بپذیره که نسبت به کسی که دوستش داریم خشم داشته باشیم. به خصوص اینکه در دوره کودکی به ما آموزش دادن که شما حق ندارید به بزرگتر برگردید، حق ندارید از بزرگتر خشمگین باشید و یه جورایی احساس گناه رو در ما پرورش دادن. بنابراین وقتی خشم ظاهر میشه به تبع اون احساس گناه میاد که بتونه این خشم رو کنترل بکنه. این یه فرایندیه که معمولا توی آدما هستش. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه که معمولا اون رفتاری که طرف مقابل ما انجام میده یک بار و دو بار نیست، در دراز مدت تکرار میشه، خشم زیاد میشه، به تبع اون احساس گناه زیاد میشه و ما تو شرایط قرار میگیریم که نه میتونیم از عزیزمون فاصله بگیریم، نه میتونیم بهش نزدیک بشیم. این زمانی اتفاق میفته که به طور خودکار توی بطن ذهن ما یک جور دوپاره سازی اتفاق میفته. یعنی ما فکر میکنیم آدما یا باید خوب باشن یا باید بد باشن. فکر نمیکنیم که آدما هم ویژگی‌های خوشایند میتونن داشته باشن و هم ویژگی‌های ناخوشایند. حالا با این آدمی که برای ما بسیار مهمه و از یک طرف خیلی به خاطر ویژگی‌های خوشایندش دوستش داریم و از طرفی به خاطر رفتارهای ناخوشایندش خشمگینیم، باید چی کار بکنیم که این وضعیت اتفاق نیفته؟ راهش اینه تمرین بکنیم خشممون رو به زبان ساده بیان بکنیم. خشم وقتی بیان میشه به شکلی که تخریبگرانه نیست، به شکلی که آسیب رسان نیست، معمولاً باعث میشه که میزان خشم کاهش پیدا بکنه، به تبع اون احساس گناه کاهش پیدا میکنه.